کارهای ما با سرعتی بلند ادامه یافته است و به استحصال شروع نموده است. تخمینا ماه اوگوست به استحصال شروع می‌نماید. خب این به نرخ گیپسکردان و دیگر محصولاتی که شرکت شما میبرد خواهد برآورد ما تاثیر میکنه در تاجیکستان ارزان‌تر میشه؟ از صفتش چگونه میشه؟ حاضر از خارج که اومد، از خارج چیزی که وارد میشه تاجیکستان این به نرخ گران میآید. برای ما استحصالی که ما میایم تقریبا 30-35% ارزان میکنیم محصولات گیپسکردان و 5 نمون محصولاتی که از گیپس استحصال کرده میشه تقریبا 35% ارزان میشه. طلبات چگونه است امروز در بازار به همین محصولات؟ شما که آموختید مثلا چقدر در یک سال فروخته میشه و چقدر درآمد دارد؟ بعد آموزشی که ما بازار داخلی را کردیم تقریبا 7000 دانه این به بازار داخلی فروخته میشه و باقی موندهش به دیگر دولت‌ها صادرات کرده میشه. از کدام کشورها با تو صادرات کرده میشه؟ ما بعد آموزشی که از با گمرک کردیم تقریبا 45% اچ میاد از جمهوری قزاقستان و باقی موندهش از جمهوری خیتو. 20 میلیون دلاری آمریکایی را در بر میگیره که از این مدت 4.5 میلیون حاضر با دستگیری حکومت جمهوری و مجلس عالی 4.5 میلیونش با ما کمک کردن همچون سهم خود شد و حکومت با ما گذاشت که یاردم این و ما خیلی یاردمی بلند است. باقی مانده مبلغش از کدام حساب؟ باقی موندهش از اینوستیسیون خارجی